میدونستید اولین اختلاس در نظام بانکی ایران توسط عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه انجام شد؟ این اختلاس منجر به خشم رضاشاه شد و عبدالحسین تیمورتاش و لیندنبلات رئیس آلمانی بانک ملی ایران رو خائنین به ایران نامید. آنها در مجموع به پرداخت 158,000 تومان جریمه محکوم شدند. لیندنبلات و معاونش فوگل به بیروت گریختند. فوگل همانجا خودکشی کرد و لیندنبلات با پیگیری‌های رضاشاه به ایران برگردانده شد. 18 ماه حبس کشید و 63,000 تومان جریمه شد. و بشنوید از عاقبت تیمورتاش. عبدالحسین تیمورتاش به 5 سال زندان و 95,000 تومان جریمه محکوم شد و پس از مدتی در زندان کشته شد. به خاطر خیانتش به ایران جنازه وی را بدون تشریفات در امامزاده عبدالله به خاک سپردند و خانواده‌اش به خراسان تبعید شدند. به نظر شما اگر با اختلاسگران این